بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی. آرزومندم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو یکی از تعاملات بین فلزات و تیزاب‌ها را بررسی میکنم. برای اجرای این تعامل فلز مگنیزیم تیزاب هیدروکلوریک را در نظر گرفتم. خواهید دید زمانی که فلز مگنیزیم با تیزاب هیدروکلوریک تعامل میکند چه اتفاقی میفته و چگونه میتوانیم گاز هیدروژن تولید شده را شناسایی کنیم. مواد و وسایل مورد نیاز این فعالیت: هیدروکلوریک اسید، نوار یا فته فلز مگنیزیم، تست تیوب دانی، پنس، گوگرد، گیرای تست تیوب و دستکش. روش کار چگونه هست؟ در ابتدا مقداری از هیدروکلوریک اسید گرفته در بین تست تیوب اضافه میکنیم. در هنگام انداختن تیزاب در تست تیوب باید دقت کنین و برای محافظت خودتان از دستکش و عینک کار بگیرین. هرگاه میخواین تجربه را در لابراتوار انجام بدین، کوشش کنین که از مقدار مواد کم استفاده کنین. حال مقداری از هیدروکلوریک اسید در تست تیوب اضافه میکنم. فلز مگنیزیم که ما را گرفتیم به توته های خرد تقسیم کردیم. با پنس گرفته در تست تیوبی که تیزاب داره میاندازم ببینیم که چه اتفاقی میفته. میبینیم که از سطح فلز مگنیزیم حباب‌های خارج میشه که این نشان میده که تعامل کیمیایی بین فلز مگنیزیم و هیدروکلوریک اسید اتفاق افتاده و گاز هیدروژن آزاد میشه. معادله کیمیایی این تعامل قرار ذیل است. در این تعامل فلز مگنیزیم با هیدروکلوریک اسید تعامل کرده مگنیزیم کلراید که یک نمک منحل هست ساخته و گاز هیدروژن آزاد میشه. حال برای اینکه ثابت کنیم آیا گاز تولید شده واقعا هیدروژن است یا نه، یک تجربه ساده ای که برای تشخیص گاز هیدروژن وجود داره انجام میدیم. دهنه تست تیوب برای چند مدت بسته میکنیم. گوگرد یا فندک روشن کرده به دهنه تست تیوب نزدیک میکنیم. اگر گاز هیدروژن بود یک صدای پاپ شنیده میشه. تعامل اجرا شده نمونه از تعاملات تعویضی یگانه بین فلز و تیزاب می باشد که در نتیجه آن نمک و گاز هیدروژن تولید گردید. پس با اجرای این تجربه ما می توانیم که تعامل تعویضی یگانه و تولید گاز هیدروژن را به صورت عملی نشان دهیم. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.